وقتی خود را دریغ نداشته به نوروزی ما و شما تشریف آوردند. حریف بختان پهلوان از ناحیه مسجد از شهرک بوستان و هر دو پهلوان برای گشتینگیری ناگفتن آمد که از حساب مهمانا دارا بنیاجان 300 سامانی به خزینه نوروزی ما وارد گشت. رحمت احسن برای همت والای دارا بنیاجان. خوش آمدید مهمان عزیز. پهلوانی که از طرف چپ نشسته التماس میدان رو خالی کنید. یک نفر وارد میدان شوید. هم ما خدا خواهد وقت برای هم ما میرسد خود وازمان بکنیم. پهلوانو با گفتی دوبار گوش هم بزید. دوبار میدان امینه. پهلوانو یک نفر وارد میدان شدید. خدا خواهد به همین ما شما وقت میرسد. امینوفت تا هر دی پهلوان برای افراخان بیان گوشتین رو آواز نکنید. برد پهلوانو از حساب خزینه نوروزی 150 سامانی، از حساب مخلصان بختاور پهلوان 50 سامانی، از حساب من شخصا 200 سامانی، جمع 350 سامانی به هر دو پهلوان برای گوشتینگیری. یا میتونیم سوالش کنه؟ نومی مردک چی بود؟ تاکسی ترین نوش فراموش کنم. پهلوانو حرکت کنید. مرحمت وزنی اون بچه سیوم کچه انوشیروان اولیش کنه یه منوت نه اول سیوم کچه او در بخین سرخک استاده که باید یه منوت ایوستو کنه. از طرف داور به هر دی پهلوان یک دقیقه وقت شده کرده شد. میگم این مردم یه منوت اولیش هم کنه. شخصان سخاوتمند که امروز از در نوروزی ما و شما سهم خود را گذاشتند و مانند شیر محمد همرویف عبدالغیاس، بابای همروی، امید جان، نور محمد جورایف، احسن برای همت والای شما که همه ساله در نوروزی ما سهم گذارید. خداوند دولت شما رو باز زیاده گردانم و کسب و کارتون داور جانتون برکت. از طرفی داور به هر دی پهلوان یک دقیقه وقت شده کرده شد. پهلوانه وزنی مرحمت در این قوزمایی پهلوان از شهرک بوستان غالب آمدند. احسن برای هر دی پهلوان تحفه پهلوان رو دست کنید. پهلوان با لباس ورزشی کبود از ناحیه جبار رسولوف به هر دی پهلوان برای گشتینگیری بود پهلوان 150 سامانی. از نام عبدالقهار همرویف 50 سامانی به خزینه نوروزی وارد کرده شد. احسن برای عبدالقهار همرویف. از نام مهمان که امروز در نوروزی ما شما حضور دارند قایبشاه پهلوان 100 سامانی به خزینه نوروزی وارد کرده شد. احسن برای همت والای مهمان ها. حالا پهلوان از خواجگی از ناحیه جبار رسولوف برادر بختاور پهلوان حریف
خود را مغلوب نمودند. برای گشتینگی زیبایشان احسن تحفه پهلوان 150 سومانی را پیشنهاد کنید. امینوف احسن برای گشتینگی زیبای پهلوان‌های ناحیه جبار رسیل. خوش آمدید نور دیدم. بهترین بازی بود. حریف نوبتی پهلوان از منطقه سوم موصوف از دهه راغ به هر دو پهلوان برای گشتینگیری برد پهلوان 100 سومانی. رحمت به همین کرنل نوازان که همه ساله در نوروزی ما شما از ناحیه دوردست بسمنده تشریف می آورند. خوش آمدید نور دیده تاج سر می بیم. امینوف چی شد پهلوانو؟ پهلوانو حرکت کنید. همه مردم آماده تماشای گشتینگ زیبای شما. گفت داور گوش می‌آموزه. امینوف چی شد؟ دست اخرم به هر دو پهلوان. من دیگه وقت ندارم. همین جام باشد برم آشوردگی سا. پهلوان حرکت کنی. دست اخرم به هر دو پهلوان برای گشتینگیری. شو دیگه نمیشود. هر یک پهلوان دم بگیرم. امینوف پهلوانه وزنه مرحمت آماده گشتینگیری شدید. از صاحبه میدان از خوزگه همسایه پهلوان با لباس ورزشی سرخ از منطقه سوم از دهه راغ حریف خود را انتظارند. مرحمت پهلوانو وارد میدان شد. نوبتی رو معرفی کنید. با لباس ورزشی سیاه پهلوان از طرف چپ داور از دهه راغ حریف آن کس از دهه پلدارک به هر دو پهلوان برای گشتینگیری برد پهلوانو 100 سومانی از حساب خزینه نوروزی. به فکرم 50 سومانی از حساب مخلصای هر جمع پهلوانو بود که با خزینه نوروزی وارد شد. جمع 150 سومانی. من انوشیروان پهلوان شناخته آسیا. خوش آمدید نور دیده که امروز در نوروزی ما تشریف آوردید وارد میدان شدند. آماده گشتینگیری اند. حریف خود را انتظارند. ناگفته نماند که انوشیروان یکی از پهلوانان شناخته آسیا می باشند. بسیار آداب خوب انسانی دارند. خوش آمدید نور دیده مهمان. حالا پهلوان حریف خود را مغلوب نمودند. مرحمت برد پهلوانان رو دسترس کنید. مهمانان از ناحیه بسمنده که امروز از خدمت ما شما بودند کرنل نوازان خوش آمدید نور دیده تاج سر. خداوند از کسب کار از عمر جان شما برکت عطا کنند. پهلوانان رو معرفی کنید. امینوف امینوف پهلوانان رو معرفی کنید. امینوف همین پهلوانان هر دوشان از همین خارجگی میشن. فکر یک نفرشان شینید
پهلوان از صاحبه میدان شین حوض شما بعد از این دست هر تا گشتینگ میگیره. از طرف راست داور پهلوان از منطقه سیم از دهه رو حریف اون کس از طرف چپ داور بالهوس ورشی سیاه از دهه پهلورک به هر پهلوان برای گشتینگیری برد پهلوان 100 سامانی. انوشیروان پهلوان آماده گشتینگیری اند. مرحمت پهلوانایی که خواهش با انوشیروان گشتینگیری دارند وارد میدان شوند. فوتبالیستا حسابیده نمیشد. فوتبالیستا دسته زرافشان مهمانان خواجگی حاجی امیر فوتبالیستا خواجگی حاجی امیر شما رو ساعت 4 با فوتبال دعوت کردن. آماده باشید. همه کسی خدا خواهد رفته مسابقه کنید با فوتبالیست خواجگی همسایه. امین از طرف داور به هر پهلوان 1 دقیقه وقت جدا کرده شد. حالا پهلوان حریف خود را مغلوب نمودند. آماده گشتینگیری تاجیکیان. مرحمت حریف خود را انتظارند. امینوف انوشیروان پهلوان از دهه رخ حریف اون کس هرشان خواهش قوازمایی دارن. حریف اون کس از دهه پهلورک بالهوس ورشی سرخ به هر پهلوان برای گشتینگیری برد پهلوانان 200 سامانی از حساب خزینه نوروزی. اکو ایوب خان پس گفت زد که آواز در کانال من در مسعود اون رو عقیب خیلی در نمود ورم اینا گرفته در خیلی عقیب ولی همش تو میبینم این رو بینا تنو پهلوانو برای افاقه بید بیایی اون کسایه تابو گرفتی در همینجا نوار کار سدم افیر نه و افیر کنم بیزه میشم خیرم یا برکیو پهلوانو حرکت کنید. پهلوانو حرکت کنید. با گفت داور گوش من نازید. پهلوانان برای افاقه همه مردم آماده تماشای گشتینگی زیبای شما. در نگفته نماند که در خواجگی حاجی امیرف هم امروز نوروزی است. بعد از نوروزی خواجگی حاجی امیرف همه پهلوانان به میدان ما و شما تشریف می‌برند. گشتین خدا خواهد به حد شروع میشد. پهلوانای وزنین آماده باشید که پهلوانای خواجگی همسایه هم به حد پهلوانای شناخته‌اند. حالا از این محاربت انوشیروان پهلوان شناخته
آسیا حریف خود را مغلوب نمودند. احسن برای هر دو پهلوان. پهلوانی که از دهه پلدارنگ میشن به آدم بسیار احسن میگیم که غیرت کرده به جهان پهلوان قوازمایی نمودند. حریف نوبتی انوشیروان پهلوان از خواجگی از منطقه سوم از دهه پلدارنگ آماده گشتنگیری به هر دو پهلوان برای گشتنگیری برد پهلوانان 200 سامانه. صفقای اینو دیگه ایشان چمپیون بعد از همین دست دوباره میدان عوض کرده میشن، دوباره به زمین میگیرن نور شکرالله. نور فهم مهمانه اگر آمدگی باشن بسیار دوسترخان دعوت کنید. نگفته نماند که حریف انوشیروان پهلوان هم یکی از پهلوانای شناخته ناحیه می باشند. طی چندین سال است که در نوروزی ها قوازمایی میکنند، هنر زیبای خود را نشان میدهند. پهلوان را حرکت کنید. از طرف داور به هر پهلوان یک دقیقه وقت دو کرده شد. کامران پهلوان از خواجگی سامانیان مرحمت وارد میدان شود. مخلصای شما دوم مراتبه است که خواهش میکنن کامران پهلوان آماده گشتنگیری شوند. پهلوان حرکت کنید. حریف فایده نشد برای قهرمان پهلوان تاش و تحفه را گرفتن. از منطقه سوم همراه از دهه راه میشه پهلوان موسیف پهلوان آماده گشتنگیری از دهه راه میشن. مرحمت حریف خود را انتظارم. امروز خیلی پادپیسچیکو در افیر همشون تبریک کردن مردم زرافشان. من از فرصتی مناسب استفاده برد در همین نوارم همچون غلسوای و همین دوستو میرسانم که دوستای غریب بعد همین مردم دیار زرافشان سلام گرم جوشانی خودشان میرسانم. زنده و سلامت باشن هم میزبانا و هم مهاجر. حریف موسیف اصول سیبی دهه پلدارک به هر دو پهلوان برای گشتنگیری برد پهلوانان 100 سامانه. کامران پهلوان طریق تلفنی به ما زنگ زدن که در شهر خوجند بودند و همین خاطر دیگر دعوت نمیکنیم از دیگر پهلوانان خوجند. پهلوان حرکت کنه. پهلوان حرکت کنه. از سه دوباره به هر پهلوان یک دفعه وقت دو کرده شد. Soğudu ne şey?
حکم داور رو گوش می‌آموزیم. شخصان متصدی که همین کلانکار رو اداره میکنه یا بنات زمین بلنگوی حاضر شده. حریف نوبتی موسیف از ده تلورک پهلوان بورانوف به هر ده پهلوان برای گشتینگیری برد پهلوان 150 سومونه. مهمانا از ناحیه جبار رسولوف، ایمان نظر پهلوان و عبدالغیاث پهلوان وارد میدان نوروز شدن. خوش آمدید. نور دیده تاج سر. میزبان و مهمانا رو یک پیاله چای دعوت کنید. خوش آمدید مهمانا. پهلوانا التیماس موقف از صاحبه میدان. حریف اون کس از خواجگی سامانیان به هر دی جوان پهلوان برای گشتینگیری برد پهلوان 50 سامانه. پهلوان وزنین مرحمت. پهلوان از ناحیه جبار رسولوف از پهلوان از خواجگی سامانیان دست بالا شدن. احسن. وزنین مرحمت. من حریف نوبتی پهلوان خورشید همرویف از صاحبه میدان. مرحمت. خورشید پهلوان از صاحبه میدان با حریف خود قوازمایی نمود ایستادن. برد پهلوان 50 سومونی. برای پهلوان همراه باز 50 سومون دیگر زم کرده شد از حساب مهمان. پهلوان حرکت کنه. وزنین مرحمت. از حساب امک خورشید باز از حساب عبدالغنی همرویف باز 50 سومون دیگر زم کرده شد. همرویف حریف خود را مغلوب نمودن. جمع 150 سومونی تحفه. من مرحمت تحفه پهلوان ده. پهلوان از دهه را حریف خود را انتظارند. خورشید پهلوان رحمت